همداران عزیز سلام علیکم. قرار داریم در جمهوری اسلامی ایران در ولایت مازندران گذشته ایستاده از سری از قبط باغ کیوی گذاشتیم. کیوی و فارسی چی میشه نمیدونم راستی. این حاصل رو بینید. اکنون در باره درخت یاب زنیم. کندهش این است. انگور بوری کنده میکرده است. انگور بوری یک قطار سیم دارد منه. یک قطار سیم بولوی همین سیم برآورده خوابانده شده است. پرتوش بگی است و این طرفش 2 متر، این طرفش 2 متر، 4 طرف 2 متری 8 متری کواdraتی میشد یا 16 میشود. بولو گرفته است، هم خیلی شونده گرفته است و این جوهرش هم سیم داره. من ببینید 1 2 3 یعنی که سیم چند قوت است. یک تا مرکزی است، دیگر رو 3 4 قوت است. خلاص گپ چولو به انگور ده قریب و آبادان شده است. اگر چولو به انگور کنید بهتر است و این رو با طرز آبی قطرگی آب میتید نشان تید اینجا. حالی من نشان میتیم با طرز آبی قطرگی آب میتید. این ببینید شلنگ آبی قطرگی آمده است. لوله از اینجا جدا شده، از اینجا میچکد یا که پاش میخورد. این ببینید بستگی شو. حاضر من تلفن رو میگیرم به شما نشون میتیم. این رو ببینید. یک تاش رو برید آقا حسین. این آقا حسین سفرار شما است. این رو میچینن میمونن بعد از یک ماه شیرین نرسیده است میگه هنوز. ولی درشت. ولی درشت. درشت. این سیم کشی هم از اینجا این حالت پیش میاد. بله. این رو ببینید چقدر خوشه میبنده. این عجیبه. ماشاءالله ماشاءالله. عجایب. خدا خواهد ما از این نهالهای کیوی یابیم اگر میبریم، لیکن دانستمانید در تاجیکستان تنها و تنها زمینش نم باشد. دویم از کلمه دویم در تابستان نم باشد، زمینش سیاه باشد. اون وقت شما کیوی بهترین میتونید پرورش کنید. اینش بسیاری بد وسط مایده تر شده است. اینو ببینید چقدر بسیار میبندد. میوهش مایده تر شده است. اینش میوهش کمتر است، برگوش کلانتر است، چون که میوه که کم شد درخت به قوت میشود. این اینجا نو برآمده است. نمیدونم این خیلی عریشمی برآمده است یا شنوندن. نوش رو میریم دوام میدیم. من ببینید توری علف بخینش، چون که همین علف نمیموند نمیپرد. خودی همین ولایت مازندران این جای نمناک است. در جای خشک میشود در وطن ما، لیکن باید شما این رو سیراب کنید. همدیاران عزیز این کیوی است. ما از پسی کوفتکوی نهال هایش هستیم. حالی نیافتیم. اگر که یافتیم حتما به تاجیکستان انتقال میدیم تا شما خریداری کرده این خیل کیوی ها شنونید. تکرار میکنم اگر در تاجیکستان میشود اگر شما هم خیل سیراب کنید به نهایت خوب میشود. در خونه من بود به آب موندیم خشک شد. حتی من نهالش رو در تاجیکستان در حوالی خودم خوردگی بودم. انا همدیاران عزیز این است کیوی. بینید چقدر بسیار میبندد و 1 کیلو کیوی در تاجیکستان چند پول است؟ به نهایت کلان است. اگر کدامی باغ کیوی کنه در تاجیکستان از عهدهش بروید وای به رقابت میشود، چون که بعد از 4 سال این خیلی بستنده دروید تگی پول میموند. این ببینید همدیاران عزیز این بود یک نواری از کیوی های ایران. کیوی دانستمانید هنگام از تنه درخت چینده خوردن تروش است. این چون 10-15 روزم تروش است میموند. 1 ماه این تروشش نیست میشود و بعد شیرین میشود، ملایم میشود. انا بعد راحت کرده میخورید. همدیاران عزیز در پناه خدا باشید. خدا نگهبان شما باشد. من هم خیلی ما با شما خدا خواهد درخت کیوی کفته هستیم. من از پسی نهال کیوی هستیم. و کدام معقول باشد یک لایک ماند، یک پادپیسات کند
ба рафиқатон роӣ кунед, падилитса кунед, аз ҳамаш беҳтар. илтимос бар фейсбук падилитса кунед, ҷавонон падилитса кунед, дӯстои шумо ҳамаш мебинад. ҳамин қадар ман илтимос дорам аз шумо ки падилитса кунед, то дӯстони шумо дида дар гурӯҳ подписатсия шаванд. дар паноҳи худо бошед.